سلام و زهر مار، یه مش فریب خورده ترقه باز برانداز جمع شدید امنیت نظام به خطر انداختید شماها. به خدا دیگه نمیدونم درد دلمو چجوری بگم. همش با این کبریت بازی ها شروع شد. فکر کنم باید درد دلتون رو به مقام عظمای ولایت بگید. همه فتنه ها از همین کبریت بازی ها شروع میشه، بعد تا دود دادن ریش مقام عظما هم میره. این همه اسباب بازی، من نمیدونم این ترقه لعنتی این صداش چه لذتی داشت که این بلا رو هم سر خودش آورد، هم تا آخر اون برای ما خودش مشکل ساز شد. همشیره زیاد ناراحت نباش، حالا باز یکی دست اینو گچ گرفته، اما مقام عظما رو بگو با این جسم ناقصش کی میخواد دونه دونه ریشاشو گچ بگیره؟ بدبخت تمام تنش تو فتنه های اخیر تاول زده. سلام. عجب تریپ فتنه‌گری داری پسر. شما ترقه فروشی؟ در اصل جزء عوامل نظام سلطه و استکبار جهانی هم، اما بعضورا در کنارش برای اینکه خرج خونم هم در بیارم ترقه هم میفروشم. مگه تو از بچهای وزارت اطلاعاتی؟ خب حالا یه سوال کردم، چرا عصبانی میشی؟ چون دشمنای نظام همیشه بد اخلاق و عصبانی هن. فقط سربازای گمنام وزارت اطلاعات خوش اخلاقن. حالا تو چی میخوای؟ خب راستش من اولین بارم میخوام اینا بخرم. این که اولین بارته مهم نیست، مهم اینه که نیتت فتنه‌گریه. حالا با ترقه، فشفشه یا شاید هم بمبی که اگه بترکه 2 روز صداش تو گوشت میپیچه. بمب؟ نه. چی نه؟ مطابق این سناریویی که الان به من دادن باید من تو رو فریب بدم. من ید دشمنای نظامم، تو هم یه ید دیگه‌اش، با هم میشیم ایادی. ببینم نظرت راجع به سکولاریسم چیه؟ ای بابا، همه ترقه فروشا وقتی بخواد ترقه بخره آدم سینشین میکنن. اولا سینشین نه و جیمسین، ثانیا سینشین ندیدیم. فردا برادرای نیروی انتظامی با ترقه میگیرنت، سینشین که هیچی، فینت هم در میارن. اینطور که پیداست اصلا به ریختت نمیخوره برانداز باشی. به ریخت شما هم نمیخوره. چشم بسته غیب گفتی؟ معلومه که به ریختم نمیخوره. بابا ما همه بچهای وزارت اطلاعاتیم، داریم این فیلمو درست میکنیم که فتنه‌گرا بترسن. آقا شستشوی مغزی بسه. مثلا تو دیگه اینجای فیلم دیگه فریب خوردی. حالا بگو ببینم چی میخوای؟ همون که گفتین درست صداش میشه تو گوشا. دن 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 دن. الو، کشورهای نوردیک؟ آره من تونستم اونو فریب بدم، اون خودش کارو تموم میکنه. وای بدبخت شدم. اگه مامانم بمبا رو ببینه حتما منو لو میده. این اینجا چی کار میکنه؟ کی کجا چی کار میکنه؟ من که کاری نکردم. آقا چرا لغمه گرفتی؟ مثلا اینجوری خیلی ترسناک‌تر شدی؟ اگه تو دستتو می‌تره که من چه خاکی تو سرم می‌ریختم؟ خاک مرقد امامو میریختی. مامان اینقدر جوش نیار. به جون بابا میرم تلویزیون به همکاری با عوامل استکبار اعتراف میکنم. میرم. نه مامان، اگه میخواستم خودمو کشتم بدم میرفتم تو گلدون، اون وقت میگفتم شما دیگه به من آب ندین. آبا چه اینقدر میترسی؟ شما تو 8 سال دفاع مقدس داشتی شده در درست میکردی، بعد حالا از یک ترقه میترسی؟ بیا تو الان میترکه با مامان در این سیگنالای فتنه میدی ها. بیا با هم دیگه بریم از بالا پشت بون پردش کنیم پایین. خانم سلامتی بگی که ترقه ها اومد.
نیستم آپارت نیستم آپارت نیستم. ببخشید برای اطلاع بینندگان من الان سکته قلبی کردم چون صحنه واضح نیست. اون نفر قبلی اونم سکته قلبی کرد. آخ چشم وای چشم جان این یکیه. آی چشم وای چشم وای چشم وای چشم وای چشم وای. دیدید یک ترقه کوچک چند خانواده را داغم کرد. تازه یه سری دیگه شو ما چون فیلماش به دستمون نرسید نتونستیم پخش کنیم. جهت اطلاع آمار تلفات همین اتفاق از آمار تلفات سونامی هم بیشتر بوده. پس نتیجه اخلاقی این فیلم اینه که همه کسایی که ترقه بازی کردن دشمنان ملت ایران هستند. کمیته ادفاع مقام عظمای ولایت.